با چشمای خودم دیدم تو خیبر نشست وسط جاده، آرپیجی رو گذاشت روی دوشش با تانگه دوئل بازی کنه، ببینه تانگه زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. این خیلی جیگر میخواد. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان. از خاکریز اومد بالا، این صحنه رو توی تلویزیون دیدید، از خاکریز اومد بالا، آرپیجی رو گذاشت، دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد ها. اینا خیلی جیگر میخواد. کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنن، تیر مستقیم میاد قناصه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشت سری نباید پاش بلرزه. زمان حدود 6 میلیون مدیر میخواد. این عدد 313 آیت الله العظمی بهاءالدینی فرمودن امام زمان 313 تا مثل حضرت امام میخواد که هر کدومشو در رأس یک مملکت بگذاره. امام زمان مدیر میخواد تو بخشای مختلف، 200 تا کشور تو دنیا میخواد اداره کنه، از شماها میخواد استفاده کنه. من با چشای خودم دیدم تو عملیات خیبر آرپیجی رو گذاشت رو دوشش، دوید به سمت تانگه، نشست شلیک کرد، دوئلا. بعد شلیک یهو دید آرپیجی رو برعکس گذاشته رو دوشش، خیلی جیگر میخواد. برگشت نگاه کرد، دید همه یه نفرات خودی یه گردان آشولاش افتادن. شما حسابشو بکن، اون آرپیجیه که با این خودی ها این کارو کرد، ببین با دشمن چی کار کرده. خیلی جیگر میخواد. باز جیگرکی کار کرده باشی که بدونی آقا جون. آقا برای پیشبرد خط ولایت باید آماده باشیم، باید جیگر داشته باشیم. این هواها تو عملیات والفجر 4 نفر بود با دیدبان دشمن بای بای میکرد و با قناصه طرف گذاشت وسط پیشونیش. تو نباید پات شل بشه. سلاحت باید همیشه آماده باشه. بسیجی بود، برای چک مسیر خروج گلوله اینجوری چششو گذاشت رو لوله، شلیک کرد که ببینه لوله سلاحش آماده است یا نه. این خیلی جیگر میخواد. شیمیایی زده بودیم، طرف ماسکشو سوراخ کرد تا بتونه راحت‌تر نفس بکشه، ریش نیمرو شد. این خیلی ریه میخواد. میخوام احساسات بسیجی رو بهت بگم. تو میدون مین دنبال یه پروانه افتاد برای کلکسیون مقام عظما. 16 تا مین در جا ترکید، اینقدرش موند. الان همون اینقدیاش تو کلکسیون مقام عظماست. کلکسیون میخواد. نباید پات شل شه. ما اینا رو میخوایم. 313 تا مدیر میخوایم با حقوق، با مزایا، بیمه، ماشین، خونه، ویلا. شما فقط این تحریم محریما رو میبینید پاتون نلرزه. 6 میلیون کشور تو دنیا هست، ما 200 تا مدیر میخوایم. مدیر میخوایم. جیگر میخوایم. ببخشید جیگر میخواد. داداش 2 تا مخلوط 2 تا خوشگوش نم بذار تنگ این جیگرها با نون اضافه آخر شبی بزنیم. پات نلرزه ها. جیگرها، خوشگوشتا، مخلوطا. نونم داغ کن که بخوریم.